احسان خوشبخت سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 28 اپریل در صحیفه‌اش در فیسبوک آوازه‌های پیدا شده درباره گویا روز درسی اعلان شدن روز عید فطر را رد کرد و نوشت: 2 ماه سال 2022 عید سعید رمضان تجلیل می‌گردد. در تمام مؤسسه‌های تعلیمی استراحت است. در میدان شرح زیر مطلبش احسان خوشبخت توضیح داد که همه می‌دانند که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید استراحت اعلان شده است، اما احچه باشد که باز آوازه‌ها در خصوص تشکیل شدن درس در این روز پیدا شده است. این در حالی است که سالهای گذشته کوشش‌های روزهای درسی کردن روزهای عیدهای رمضان و قربان صورت گرفته بود و نگرانی ساکنان از احتمال امسال هم در روز عید به درس دعوت کردن طالب علمان از همان تلاش‌های قبلی منشأ می‌گرفت. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 27 اپریل در جلسه‌اش قرار کرد که عید سعید فطر در جمهوری روز 2 ماه تجلیل شود.